تجارت غیرقانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروش آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. چیزی هم که الان دارین میبینین هیچ قاطیش نداره، نه مخمر داره نه قرص داره، هیچ قاطیش نداره، خالص شراب نابیه دیگه. در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند. بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن. زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد ولی مشکلات اقتصادی سبب شد که تغییر شغل کند. من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین باشه. من اومدم رو آوردم به این کار. زنان شرابکش میگویند زندگی ناآرام و پرترس دارند. مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقول هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. واقعا استرس اینو دارم، یکی در میزنه میپرم هوا، ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم. این زنان میگویند با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند. مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوونا وجود داره. تنها تفریح جوونا این شده که جمع بشن دورم، یه دوتا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن، همین. پس کار ما میشه فروش شادی.